سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به درس یکمی از آموزش برنامه رویت. دوستان عزیز، این درس مقدموی می باشد و در این درس ما خواستیم به شما را کمی با برنامه افتادسک رویت شناس کنیم و قسم‌های اساسی و طرز کار این برنامه را به شما بیاموزیم. در درس‌های آینده با شما شروع میکنیم، یک ساختمان را انتخاب میکنیم و از فوندامنت تا کریشه ساختمان با شما طرح ریزی میکنیم در برنامه افتادسک رویت. اکنون این صفحه اساسی که شما ببینید صفحه اولی برنامه افتادسک روید می باشد که قسم چیزی که اول ما میبینیم این پسلد فایل های هسته که با ما گفتگیه که پسلد فایل هایی که ما استفاده کرده گیم. در بالا مدل نویسته و سیمیست و درباره سیمیست و کمی قسم های زیاد داره. خود سیمیست را فهمیدن و برای چی استفاده می شود در درس های آینده به شما این موضوع سیمیست را میزگره. در قسم مدل همو برنامه هسته که قسمی هسته که ما پروژه خودمان نقشه کشی کردگیم یا یک فایل برای خودمان اضافه میکنیم یا فایلی را که در بالاش کار کرده ایستاده ایم در همین قسم مدل به ما پیشکشش میکنه برنامه رویت. در اینجا چنانچه شما میبینید بعضی این برنامه مدل هایی که دیدستین یا خود افتادسک رویت های به عنوان یک نمونه به ما پیشکش کرده و بعضی از اینها مدل های هسته که ما در بالای آنها کار کرده ایستاده ام. اکنون با شما ما برای خودمان یک مدل نو اضافه میکنیم و به شما قسم های اساسی و طرز کار افتادسک رویت نشان میدیم. در درس های آینده یک شابلون انتخاب کرده در بالای شابلون از سطح اول از کشیدن آس، اروین، فوندامنت شروع میکنیم درسامونه و تا یک مدل کامل برای خودمان یک ساختمان تا آخرش کشیدن با شما دوام میتیم درسمانه. دوستان عزیز، در طرف چپ برنامه چنانچه شما میبینین کنوپکای ادکریت و سازدتای مانند دیگه برنامه ها. ادکریتش حالتی ده ما ادکریت میکنیم که یک مدل برای خودمان داریم، استفاده کرده ایم اوجه بعضی نقشه ها ما کشیده ایم یا هر کار دیگه ای که کرده ایم در درونش. از سازدت حالتی ده که از نال میخواهیم یک مدل برای خودمان سازدت کنیم. برای همین ما لازمه که سازدت کردن یک مدل نو برای خودمان. در اینجا برای ما پروژه فایل های شابلون پیشکش میکنه که ما میتونیم بخش شابلون برای خودمان انتخاب نکنیم یا یعنی صفحه‌ای که برای ما نشان داده یگان شابلونش بگیریم. ای شابلون استریترز و تا پایان شابلونایی هسته که خود رویت با ما پیشکش میکنه. اگر برنامه رویت درست برای خودتان نصب کردگی باشین این شابلونا اتوماتی میآید، ولی ما این شابلونا را استفاده نمیکنیم به خاطری که به استاندارد تاجیکستان یا روسیه تیار شدگی نیستن. برای ما یه مشکلاتی ایجاد میکنه. همین جهت این شابلون ها را ما انتخاب نمیکنیم. و شابلون هایی که در بالا شما میبینین شابلون هایی هسته که من خودم برای خودم گرفتگیم، شابلون هایی که در روسیه استفاده میشوه و این شابلون ها را من در تای ویدیو سیلکش برای شما میمانم. شما میتونین در اومده ای کانال تلگرامی ما یا را برای خودتان نصب کنین و در بالای کدام شابلونش که خواستین کار کنین و بعد در درس های آینده ما میگیم که کدام یایم شابلون ما میگیریم و درس ما شروع میکنیم و شابلون به ما چه فایده ها میرسونه در درس های آینده میبینین. اکنون ما هم شابلون هایی را که خود روید برای ما پیشکش کردگی مثلا شابلون نیسوشی کنستروکسی همین را انتخاب کرده که در همه شما دسترسی داره. به همین برنامه خودمون شروع میکنیم. اوکی میزنیم. اکنون برای ما یک فایل اضافه شده است در شابلون نیسوشی کنستروکسی که خودی روید های. دوستان عزیز، این صفحه اساسی خود برنامه رویت و اما شابلونی که ما انتخاب کرده می باشه. شاید در اول شما وقتی برنامه رویت اگر نصب کردین یگان بار استفادهش کردگی نباشین، کمی اینترفیس یعنی برنامه صفحه اساسیش برای در کامپیوتر شما دیگرتر باشه. یک یگان جای چیزی نداره. بسیاری وقت اولی نصب کردگی ده این دیسپچر و سوایس و بالا و پایان یکدیگریش ده میآیند. شاید این خیلی در شما نشان بده در کامپیوترتان برای اولین بار وقتی رویت باز کردین. یک یگان جای مشکلی نیست. از چخیلی برای خودتان نصرایی کنین همه یا را به شما آموزش میدیم. دوستان عزیز، چخیلی که شما میبینین سوایس و دیسپچر از ما همینجا اول سر کنیم برای شما جداش کنیم خوب ترای بالا و پایان یکدیگریش ده آمدگی. در اینجا ما بسیاری فایل ها و بسیاری سوایس را میبینیم که برای ما لازمن بالا و پایان بردن میشکمان ایجاد که پایان در اینفرماسیون را برای خودمون پر کنیم یا بخونیم کمتر مشکله. برای همین اولش سوید میتم شما را که سوایس و رای دیسپچر ایدگرش جدا کنین. یک تشه در طرف دستی راست مانین، یک تشه در طرف دستی چپ. و تجربیاتی که ما
در امی برنامه برای خودمان آموختگیم طرز درستترش طرز خوبترش همیه که سویس ورق گرفته قپیده ای بالا ای جای زگالوفکش برین در طرف دست راست مانین اخد دیسپچر در طرف دست چپ بسته بعد فایدهش شاید در آینده بگیم تا نو نه که طرز خوبترش هم یعنی که شما میتونین جاش هم چپانه یعنی سویس ورای طرف دست چپ دیسپچر طرف دست راست مانین یگان برای درسای ما را در آینده مان یگان فرقی نمیکنه رختان میخواین خیلی که بمانین برای راحتی خودتانه ما خیلی که آوردیم ایره در بالای این مانده شه میشوه که بالا و پایان مانین شه میشوه که در این ته بمانین شه صفحه‌ای میشوه اگر هم برده بیاریم یا خیمانیم شه هر تشه بر یک جایه بمانیم یا بالای دیگریش ده میمانیم در ته صفحه‌ای میکنه شه که ایرم طرزی راحت و ادوب نیست برای هم قصوید میتونم ما همیخه استفاده میکنم اگر خواستین همیخه رنگی من انتخابش کنین یا هر خیلی که خطان در راحت در طرف دستی راست اگر همی تمانیم شه در آسمان ایستادگی محکم شدگی نیست دیگه وقتی اگر بریم در دیوال بچسبانیم شه اوجه بگیم مگنیتش میکشه میگیرشه و اوجه در اینجا محکم شید در طرف دستی راستی ما میتونیم کمتر کشادش کنیم اگر یکم تکستش خواندنی باشیم یا مایده ترش کنیم که ما برای خدمت کمتر صفحه کاری ما کشادتر میکنم این صفحه اساسی خود رویت های جایی که ما نقشه هامون میکشیم دوستانی عزیز ای طرف دستی چپ ما دیسپیچر پروژکت هم موندم و ای طرف دستی راست سویس ورا موندم که دربارش کمی بعدتر شرح خواهیم داد که سویس و چیکار میکنه برای ما و دیسپیچر ده چی چیزا جایگیره دوستان عزیز صفحه اساسی رویت در بالای بالا جای زگالوف کده چیزی اساسی که ما میبینیم پنل 20 رو داستوپش میگن یعنی جایی که کناپ هایی که زود ما لازم میشوه و استفاده میبریم در اینجا میبینیمش خود نام پروژکت من Autodesk Revit 2024 پروژکت 1 پلان سوشی کنسترکسیا اروینی 2 در این قسمش برای ما را کشتن خود برنامه میده کردنش یا اینکه به پایان بردنش خود اگر که با یکان اکانت Autodesk Revit خریدگی باشین در اینجا پاشای شما را نشان میده یا اینکه سپرافکایی که برای چی کنوکات ای چی چیزایی عبارت ای چیکار کرده میتونه کمی ابوچین یا چند چیزایی که خود رویت بر ما پیشکش میکنه در اینجا میتونین یافته در قسم پایانش دوستانی عزیز برای ما را زگالوفکایی هسته که به هر یک فکلت قسمای اساسی نقشه کشی را برای ما جدا کرده گیرن مثلا قسمی کنسترکسیا میبینین که در این صفحه پایانگیش هم تمام کنوکایی که در قسم کنسترکسیا داخل داره برای ما پیشکش شده قسم ارکیتکتورا داره قسم استایل داره سبورن الیمنت داره مثلا سیستما که سیستمای اتاپلینیا و توربا و دیگه چیزایی که هسته فستاویتا جایی که ما یکم سوی از پیوست میکنیم با مدل خدمون یکان شابلون میمونیم پادلوشکا میمونیم و دیگه چیزایی که یار در آینده همش میبینین ما از پروسه یکمی شهر میتیم که ای چی چیزا عبارت های دانه به دانه تمام یک کنوپ را با شما ما استفاده میبریم و می آموزیم که چیکارا کرده میشه و با یا در قسم اناتاسیاش به خاطر افارمیت کردن چرتیاژمون مثلا رزمیر موندن اتمیت کش موندن یکان تکست نویسن و دیگه چیزا انالیزش در این قسم انالیزش برای اگر یکان برنامه‌ای که رشاد زنیمت میکنن آدمایی که در سکات در لیر صبر رشاد برای خجانه زنیمت میکنن اما دا لازم میشود که فرمای گیم پلان совместная работа برای کسایی که در یک کمپانی چند کس درباره یک مدل کار میکنن نسترویکاش که اول دا آدمایی که تازه دارن آموزش Autodesk Revit شروع میکنن این قسم ها لازمشان نیسته در قسم ویدش جایی هسته که ما برای خودمان 3D وید اضافه میکنیم رز اضافه میکنیم یکان فرگمنت فساد و دیگه چیزایی که هسته در آینده میبینیم اوپراولینیش هم قسمی نسترویک کردن خود رویت وقتی که ما یک شابلون انتخاب کردیم در شابلون بسیاری نسترویک های اساسی اوجه برای ما تیار کرده شدگی برای همین ایره ما در درس های اول حتی شاید درونش هم ندرایم یا را نگاهشان هم نکنیم قسم نسترویکش مود پلاس بیم استارترش پلاگین هایی هستن که در برنامه Autodesk Revit ما را یاردم میکنن بعد خود ازمینید ده ازمینید جایی که یکم چرا پرمیستید کردنیم کپیروت کردنیم یا اینکه روش به یکم طرف راست چپ گرداندنیم هر کاری که برای کپی و پرمیستید کردن همیو باشه اگر در کنوپی در فکلاد ازمینید ما یرم میویم شه انا در طرف دست چپ من که گفتم دیسپیچر پروژکت های در دیسپیچر پروژکت تمامی در و دیوال و تریزه و هر چیزی که ما در نقشمان میکشیم در درون دیسپیچر پروژکت برای ما جایگیر شدگیان یعنی همه تمامی میسوایی که در درون پروژکت ما هستن در درون یک فایل رویت های که ما وارد شدیم اگر در اینجا میتونیم لیستامون رو ببینیم لیستایی که اضافه کرده فساد خانه را نقشه ای بالای خانه را و دیگر افتای خود 3D را فساد پلانمون
و دیگه چیزایی هست اسمیست و گروپ لیگندا که ما در درس‌های آینده شناس میشیم که یا به ما چه فایده ها رسانده میتوانند. ای طرف دست راستمان دوستانی عزیز سویستوای در سویست اگر ما در صفحه نمایش خودمان یگان چیز را انتخاب کردگی نباشیم تمام نسترایک های همین صفحه نمایش ما را دریجه برای ما پیشکش میکنه. دیگه وقتی ما اگر یک چیز را گرفتم همینجا در انتخاب کردم که نمی زنک فسادای در همین شابلون نیسوشی کنسترکسیا وقتی همین زنک فساد انتخاب کردم سویست و با ما علی شده دیگه نسترایک های را نشان میده که نسترایک های همون چیزی را که ما انتخاب کردیم با ما نشان میده. علی شد نسترایک های همون فساد با ما نشان داد که بالا دا گفت که همین ویدای به نام فساد زنیا و غیره دیگه نسترایک هایی که در درونش داره مثلا مشتبهش 1% یا دیگه چیزایی که هسته. اگر هیچ را انتخاب نکنم نسترایک های همین صفحه اساسی ما را نشان میده. در پایان بعضی کنوپک‌های هسته که ما دیجا کنوپک‌هایی که میبینین برای همین ویدیو را که برای خودمون باز کردگیم در همینجا مثلا اوروین دیتالیزاسیون یا یکی داره بعد میبینیم شده در درس‌های آینده یا اگه چیزی برای خودمون میخوایم بجاش بکنیم یا طرز دیدنمون میخوایم که مثلا برنگ ببینیم کنسترکسیون هامون یا هم تا سفید ببینیم یا به عنوان کرکس ببینیمش یعنی نقشه کشیدگی که او پرش میتوه که در آینده با هم معیار نشانتون میدیم. این کمی نسترایک های هسته برای همین صفحه اساسی که هر جایی که باز کرده باشیم اگر فساد باز کرده باشیم کنوپک های هسته برای طرز دیدن خودی فساد اگر پلان باشه طرز دیدن پلانه. ای طرف دست راست با یک چند کنوپک های هسته دوستانی عزیز ما اساسا در این درس اولمان شما را میبرم به طرف همین کنوپکای چهارمگی و پنجمگی. کنوپکای چهارمگی شما میتونید دائما تب بمانن گریان بسه اگر کشتگی باشه در بالاش کرستیک نشان میده اگر گریان باشه هیچ بالاش نشان دادگی نیسته. اینه ویبر الیمنت پگران این را بعد آینده در میفهمین یعنی فوندامنت ما اگر انتخاب کردنی باشیم اگر این کنوپکا را کشتگی باشین ایله فوندامنت وقتی میشکه قطعی کلیک میکنین انتخابش نمیکنه برای که کنوپکا خاموشه. این کنوپکا رو برای هم میگم که همیشه گریانش مونین که الیمنت را هر جایش خواستین بالاش تا کلیک کردین انتخاب بشوه. انا یک کنوپکای دیگرش چی میگه؟ میگه پرتشید الیمنت نه ویدیلینیه ایرا وقتی اگر گریانش بمانین یا الیمنتش ما اگر هم یک بار دمی قپیدن میتونین جابجاش بکنین. ای کنوپکا کم تر کنوپکای هسته که آدم ده که نو رویت یاد گرفته است باشه حتی آدم ها یاد گرفتگی دم پرابلم ایجاد میکنه. یک آدمی که نو یاد گرفته است باشه رویت نمیفهمه یکی چرا قپیده ناخواست قپیده کشیدهش جابجا شدگیه. بعد میفهم بعد میکوه که مثلا رزرزی ما کی جاشید تریزه ما کی جاشید بعد میفهمی که امی کنوپکا را گریان مونده ناخواست دستش هم در رسیدگی مثلا تریزش درش یکم چیز جابجا کردگی. برای هم اگر کنوپکا را ما خاموش بکنیم با یک قپیدن ای را جابجاش کردن نمیتونیم تا اینکه ما کنوپکا مثلا پرمیستیت یا کپی کردن یا را بجقیم که بعد برای ما اجازه بده که همین چیمونه جابجا بکنیم. برای هم ثابت میتونیم این کنوپکا را خاموشش کنین. با یک چیزی دیگه هم که گفتم میگیم تو نه وقتی کنوپکای ایزمینیت حالتی ده که ما اگر مثلا در درون کنسترکسیا باشیم هر چیزی را ما انتخاب کردیم روید ما را اتوماتیک به کنوپکای ایزمینیت میبره. برای چی؟ برای که کنوپکای ایزمینیت ای همه ده вклади изменит ای همه در درون کنوپکای هسته که ما بیشتر استفادهش میبریم وقتی یک چیز را ما انتخاب کردیم روید اتوماتیک میفهمه که ما همون چیزی را که انتخاب کردیم یا کپیش کردنیم یا روش گرداندنیم یا ایجاش پرمیستید یعنی جموندنیم شه یا یگان مثلا سایدینیت کردنیم رزمیر موندنیم هر کاری که کردنیم همین کنوپک های هسته که ما ای همه از زیاد استفادهش میبریم به خاطر همین ما را درین فکلات ایزمینید میبرمونه وقتی هر چیزی را که انتخاب کردیم لیکن اگر هیچ را انتخاب نکرده باشیم با خودمون میتونیم انتخابش کنیم کنوپک چیزی فکلات ایزمینید و درن یگان کنوپکی که لازم اون باشه بگیریمش و استفاده ببریم. با همین دوستان عزیز درس خودمان را با پایان میرسانیم. این درس منبت شناسایی با کنوپکه ها طرز کاری خودی برنامه روید و کم کم نسترایک میکنیم خودی برنامه روید مونه برای آینده کار کردن من در یک درس دیگه یک کمتر شناس میشیم با خودی برنامه روید. بعد یک شابلونی برای خودمون باز کرده در بالای شابلون نقشه کشی خودمون شروع میکنیم. تا درس آینده شما را به خدای مهربان میسپاریم. خدا نگهدار.